یکم دفعه ما قرآن حدیث میگیم، یک آدم شعر میخوانه، های بیدل صاحب چی میگی؟ شعر میخوانه. حافظ صاحب چی میگی؟ مولانا صاحب چی میگی؟ فردوسی صاحب چی میگی؟ در شاهنامه گپ زده. من گفتم تو فردوسی و بیدل و این ملای قرن 7 8 است. گفتم تو یاره که قرآن برابر که رسول الله صلی الله علیه و الله را نشناختی، ما قدر الله حق قدره. گفت خود خیلی چطور میشه؟ گفتم این گپا را در دیوال دی، اینا خو بیچاره پیامبر بودن نه، حتی صحابه بودن نه، ائمه مجتهدین بودن نه. پس هم پیدا شد شاعرها که است نظر به اون فکر افکار شعر میگه، چه قلم داره میگه، اگه خوب بود خوب، بد بود بد، عقیدهش خراب بود بسیار شعرهای خراب میگه، عقیدهش خراب بود خراب، عاشق بود شعرهای عاشقی میگه، اگه چرسی بود با چرس تعریف میکنه، پودری بود پودره، شراب خور بود می و شراب میگه، پشت می. مثل حافظ چی میگه؟ با می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بیخبر نبود ز راه و رسم منزل ها. یعنی با می با شراب سجاده جای نماز تا رنگین کن. اگر میگه پیر مغان، اگر پیر برات گفت که برو شراب دمو پرتو دیگه شام بخور چی شده جای نماز پرتو بکن، میگه بکن. چرا این کار کنم؟ خدا اسلام میگه انما الخمر، در قرآن میگه انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. این خوب پلیتی عمل شیطان، فاجتنبوه. الله میگه اجتناب کنین. این میگه که ز سالک بیخبر نبود، میگه سالک پیر که بیخبر نیست ز راه و رسم منزل ها. راه و رسم او هم میفهمه. گپ پیر میگه علم حال است، گپ الله قال است. میگه قال میگه حال میگه، حال بالاست میگه توبه. نه گمراه علی فهمیده میشه که حافظم چی بوده؟ چند دان آدم می نبودن. گمش که چند دان آدم میرن. این یک شعر حافظ یادم آمد، موقع پر شعر نمیگردم. خب مولانا را ببینی شعرهای میگه که به زبان نمیاد. خب یقین کنی شعرهای زوره بگیم میگریزین شما. خب استاد نمیشین.